غمخواری میکنن در حق زبان مادری. ما پرزیدنت نماینده پرزیدنتی جمهوری، دوستان عزیز، در همه همایش‌های آینده باید به نقشه گرید که زبان مطبوعات آینه زبان زنده امروزه ما. این زبان به کجا رفت ایستاده است؟ دوستان عزیز، من چرخ گردون شماره آخران در عملی یک مقاله 8 غلط املایی، 5 غلط علامت، باز 5 اعراب گرفتن به کار فرمودن کلمه. گوهر خان، دانشجویان را اینجا آوردید ناز آینده ما اینها. برای چی در این محاکمه های ما سردبیران هستند، قلمکشان هستند؟ ما میگوییم اونها نمیشنوند. بنابراین در این مسئله خیلی مسئله جدی است. در آینده اگر همین گونه همایش با اشتراک همین متصدیان صاحب قلمان دایر کرده شود، نتیجه از این هم باز خوبتر خواهد شد. تشکر.